سلام، دکتر شهرزاد کیمانش هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. امروز اینجاییم تا به یکی از سوال‌های پرتکرار مراجعینم پاسخ بدم. اینکه فشار خون باید چه عددی باشه که ما دارو شروع کنیم. وقتی که فشار خون ما بالای 140 روی 90 باشه، یعنی ما وارد محدوده پرفشاری خون شدیم، ولی همیشه مستلزم شروع دارو نیست. ممکنه با توجه به سن، با توجه به آزمایش‌هایی که پزشک برای ما نوشته باشه یا سابقه بیماری‌های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری‌های کلیوی یا یه سری موارد خاص داروهای ضد فشار خون از قبل برامون شروع شده باشه. اما خیلی وقتا با اصلاح سبک زندگی مثل کاهش مصرف نمک، پیاده روی روزانه، ترک سیگار و قلیون بتونیم جلوگیری کنیم از اینکه پرفشاری خون داشته باشیم. پس با من همراه باشین و این ریزو واسه کسی که درگیر فشار خونه بفرستین تا تو پست‌های بعدی بیشتر راجع به فشار خون صحبت کنیم. ممنون.